کارگردان شناخته تاجیک برزو عبدالرزاقوف نامه رسمی وزارت فرهنگ تاجیکستان 6 ایون سال 2022 را نشر کرد. وزارت در این نامه با امضای معاون اول وزیر عابد نظیریان به کارگردان فهمانده است که شورای بدیعی وزارت به کدام دلیل نمایش منقورد رکویم را که برزو عبدالرزاقوف به صحنه گذاشته بود اجازت نداد. در نامه گفته می شود که هیئت شورای بدیعی وزارت روزهای 2 و 3 ایون نمایشنامه را محاکمه کرده به خلاصه آمد که با نظر داشت آن که تهیه‌گر از متن اصلی چنگیز ایمتوف دور رفته به آن علاوه های خود را وارد ساخته مضمون و ماهیت اثر را تعریف کرده است، نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و تربیت نسل نورس قابل قبول نیست. برزو عبدالرزاقوف این خلاصه شورای بدیعی وزارت فرهنگ را خلاصه بی‌سوادانه نامیده نوشته است. این در واقع یک سند دهشت‌آور دوران است که سطح و سواد کسبیت آنهایی را که فرهنگ یک مردم را به دستشان سپردند نشان می‌دهد. یک جمله آن کافی است که تا بفهمید که همه چیز تمام شده، دیگر در آینده چیزی نمی‌شود، نه تئاتر، نه دراماتورگی، نه ادبیات، نه اخلاق، نه معنویات و نه خود فرهنگ. وقتی رفتن شد. برزو عبدالرزاقوف نوشت از این بیشتر به دهشت آمد که مؤلفان چنین خلاصه از شورای بدیعی که او را به تعریف متن اصلی ایمتوف عیبدار میکنند نه آدمان قد کوچه بلکه شخصیت هایی که موی سر خود را در صحنه های تئاتر سفید کردند. کارگردان افزود که به خلاصه وزارت فرهنگ در 3 صفحه جواب آماده کرده بود، ولی در این بین تلاطم حادثات چنین شد که از چاپ آن خود دوری کرد. فقط همین قدر کار مانده بود که متنش رو در کامپیوتر بچینم و نشر کنم، ولی یک باره طوفان خیست. دلیر امامعلی یکی از 3 هنرپیشه های این نمایشنامه رو بابز گرفته به سیسو انداختند به خاطر آنکه حال بد دلیر بازم بدتر نشود و افزا در اطراف این نمایش بغرنجتر نگردد. من نشر پاسخم به وزارت فرهنگ را موقتا به تأخیر گذاشتم. وقتش می آید، نوشته است عبدالرزاقوف، نمایش منقورد رکویم را در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه های جوان از جمله دلیر امامعلی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف در تاجیکستان در چندین سال اخیر بود، ولی مای مقامات مانع نخست نمایش الکی اعلان شده منقورد شدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان زلفیه دولتزاده روز 12 ایول در نشست خبریش گفت نمایش منقورد با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیت نسل نورس قابل قبول دانسته نشد.